پشتمان همیشه دخالت میکنه در زندگی. پس من 3 جمله میدیم که سبب میشود زندگی تو آرومتر شود و مناسبت با خشتمانت خوبتر شود. بعضا وقتا میشد که خشتمانها بعد از اونه که پسراشون اویلادور کردن در یک روز 5-6 بار زنگ میزنن، همیشه اگر که اونها جدا زندگی کنن همیشه نظارت میکنن. اگر در یک اویلا باشن که این به حد زیاد است، یعنی این کنترل و این نصیحت و مصلحت و این خیلی چیزا خیلی زیاد است. البته که این آدمای کلان است، ما گوش میکنیم، البته که بسیار چیزا رو ما یاد میگیریم از خشتمان‌ها. اینجوری یکم منفی فکر کردنش نیست، ولی وقتی که از حد زیاد در مناسبت‌های شما و شوهرتون دخالت میکنند، شما این 3 جمله رو میتوانید استفاده کنید تا کمی زندگیتون آسان شود به جنگ و جنجال. ما باید فهمیم که بسیاری از مادرها ترس دارن که فرزنداشون یعنی پسراشون از دست میدهند. یعنی فکر میکنن که کلین پورا این پسر رو کشیده میگیرد، پسر رو زن کلان میشد، پسری من پد کبلوشنیک میشد، از من جدا میکند. کلین برای همین و یا میچسبن، وقتی که زن میدهند میچسبن به همون گویم که فرزنداشون به پسر. جمله‌ای که کمک میکنه شما در وقتی که خشتمان یگم در مناسبت های شما و شوهرتون زیاد دخالت میکنن، شما میتوانید آرامانه گویید که تشکر زیاد برای مصلحت هایتان، من خودم ما یک جایه به سر یک مقصد به سر یک قرار میآیم. دوم، وقتی که یگم کارو همیشه میگه ای تو نمیتونی به من خودم کنم این خیلی کن، یعنی همیشه وقتی که وای میکنه شما با آرامانه میتوانید گویید که مادر جان، خاله جان، اپا جان، من رحمت برای نصیحتاتون، رحمت که مرا یاد داده ایستاده، ولی من میخوام خودم انجام بدیم تا که منم همین کار رو یاد بگیرم. سیوم، این جلب کردن شوهر. بعضا وقتا میشد که گپ شما در خشتمان نمیگذارد، شما حتی گفتم نمیتونید، خب یعنی میترسید از گفتن. اون وقت میتوانید شوهر رو جلب کنید، گویید که عزیزم تو میتوانید در این، شما میتوانید در این مسئله با مادرتون صحبت کنید، وای مادر شما است، گپ شما رو قبول میکند و به گپ شما گوش میدهد. اگر میخواهید که در باره پسیکولوژی مرد بیشتر معلومات داشته باشید، مناسبت های گرم و صمیمی با همسر ساختن رو یاد گیرید، پس با کلوب زنانه من اعضا شوید. در زیر این ویدیو من همه سیلکا رو میگذارم، در واتساپ یا که تلگرام نویسید، معلومات پورا رو در باره کلوب زنانه به شما میفرستم. لایک و подписка رو فراموش نکنید.